صحنه نوریه برمی‌داره عکس تو رو میذاره میگه شاگردای من رو صحنه رفتن. برای همین من از همه بچه‌ها، از همه کسایی که تو صنعت مد فشن توی مدلینگ فعالیت میکنم میخوام که خواهش میکنم که بیان و بگن هر چی تجربه دارن در مورد این آدم و حالا شارلاتان بازیاش بیان بگن، چون واقعا آدمی نیستش که ارزش این همه صحبت داشته باشه و این حرف زدن ها گندش میکنه، بالاخواهاشو به قول شما زیاد میکنه. ولی در هر صورت گفتنش بد نیستش که یه جوونی که با هزار امید میخوان توی این قدم بذارن، این آدم دل سردشون نکنه، بهشون آموزش انگیزشی نده بعد بیان ببینن همه چیش پوچه. کامل صحبتاشو گوش کنیم میبینی که این یکی این نتورکرهای شکست خورده است، همون که قرار بودش یه روزی با پرشه سوارشن و ساق طلایی میخوردن، الان اینجوری با همون تکنیکای نتورکی میاد بچه‌ها رو گول میزنه. ما یه خانواده هستیم، انرژی بدید به هم دیگه، انرژی مثبت بدید، خدا باور باشید. آقا با هیچ کدوم از اینا هیچ کس مدل نشده. واقعا یه سری مهارت لازم